سازمان گزارشگران بدون مرز از حکومت تاجیکستان تقاضا دارد رخشانه حکیمووا خبرنگار محکوم شده به 8 سال زندان از محبس رها شود. دعوت این سازمان در سالگرد اعلانی حکم او نشر شد. این حکم از نگاه حامیان حقوق دارای انگیزه های سیاسی است. ژانا کاوالیه مدیر دفتر اروپای شرقی و آسیای مرکزی در این سازمان قرارگاهش در پاریژ در یک پیام ویدیویی به رادیو آزادی چنین گفت: یک سال پیش در تاجیکستان خبرنگار آزاد رخشانه حکیمووا از روی پرونده به نام خیانت به دولت به 8 سال زندان محکوم شد. او را برای یک پرسش در زمینه تحقیقات عاید به نفوذ چین در تاجیکستان جزا دادند. رخشانه را برای پرسش جزا دادند که هیچگاه نشر نشده است. با گذشت 1 سال هم او فقط برای مطرح کردن یک موضوع حساس و جستجوی معلومات در پشت پنجره میماند. این حکم خودسرانه است و یک پیام خشین به هر نفری که از پی تحقیقات یا سوال دادن می شود. گزارشگران بدون مرز حکم رخشانه حکیمووا را به شدت محکوم و دعوت خود را برای آزادی فوری و بی قید و شرط رخشانه تکرار می کند. جستجوی اطلاع خیانت نیست و هیچ یک نفر نباید برای این حبس شود. رخشانه حکیمووا 32 ساله روز 5 فوریه سال 2025 در دوره پرونده به نام تلاش تبادلات دولتی در قطار 8 مقامدار سابق و سیاستمدار که همه از 8 تا 27 سال حبس شدند پشت پنجره رفت. حکیمووا خود را بیگناه مینامد. پیوندانش ماه دکبر به رادیو آزادی گفتند او از شرایط زندان شکایت ندارد و احوالش خوب است. در نشست خبری وکالتدار حقوق بشر تاجیکستان که 9 فوریه در دوشنبه برپا شد از مقامات وضع سلامتی الفت خانی محمد شوی و یک بانوی دیگری محبوس را پرسیدند که حامیان حقوق باور دارند پرونده‌اش نه جنایی بلکه سیاسی است. یک مسئول این اداره گفت با رخشانه حکیمووا و الفت خانی محمد شوی و شخصا صحبت کرده است و آنها شکایت خاصی نداشتند. الفت خانی حتی گفته است که وی با زنان دیگر درس‌های زبان انگلیسی تشکیل کرده است. این نماینده بابت طلب 10 سازمان جهانی که رخشانه و الفت خانی آزاد کرده شوند چیزی نگفت. محمد شوی و 69 ساله سال 2022 در پی سرکوب اعتراضات در ولایت مختار کوهستان بدخشان با عیبنامه تشکیل تظاهرات در خاروق و روشان و اتهامات دیگر به 21 سال حبس